آقای بیت الله اگر اجازه بدین به اروپا می رویم و با آقای یاور نماینده رادیو تلویزیونمون در اروپا به گفتگو می نشینیم، با آخرین گزارش اروپا رو می گیریم، باز می گردیم برنامه رو بگیم. آقای یاور یزدان پرست، درود بر شما. فراهانی و تمام بینندگان شنوندگان شما در سراسر گیتی، به ویژه در ایران و به ویژه مهمان عزیز شما جناب بیت اللهی استاد عزیزم، در خدمت شما هستم. اول از همه تصویر جدیدتون رو تبریک میگم بعد از چهره جدیده. آیا در مصر چه میگذرد؟ در مصر مردم هوشمند مصر رو دیدید که دقیقا مثل ایران که در سال 57 عده‌ای باور دارن که انقلاب شد. بنده این اعتقاد رو به شخص ندارم، ولی به هر حال مردمی به خیابان‌ها آمدند و یک حکومتی رو روی کار آوردن که اون حکومت بعد از مدتی حتی اون روشنفکرانی رو که همراهی کرده بودند آقای خمینی رو و آورده بودنش اون حکومت مذهبی رو برد. اما در مصر می‌بینید که محمد مرسی پس از به قدرت رسیدن در یک اقدامات غافلگیرانه قوانین ارتجاعی اسلامی رو وارد قانون اساسی مصر کرد. محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع رئیس شورای نظامی مصر و لشکر سامی عنا رئیس ستاد مشترک ارتش رو برکنار کرد که سر و صداهای بسیار زیادی همون موقع ایجاد شد که چرا یک به اصطلاح تصفیه کاملی درون حکومت دارن میکنن. دقیقاً میبینید که همون کاری که محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر کردن، همون کار رو در زمان سال 57 هم آقای خمینی و دار و دسته اسلامیون در ایران کردن. تصفیه از ارتشی ها هم شروع شد، چون ارتشی های هر کشوری به هر حال وفادارترین نیروهای از نظر من به اون کشور هستن. ولی مصر اعدام نکرد آقای یاور، مصر اعدام نکرد. حکومت اسلامی به همراه یارانش بزرگترین فرزندان و وطن پرستترین افراد رو اعدام کردند. همون گروه هایی که در سال 60 ادعا میکنن دسته دسته کشته شدن، همون هایی بودن که بر بام دبیرستان علوی، اشتباه نمیگم، دبیرستان علوی، مدرسه علوی فرزندان ایران رو اعدام میکردن و دورش به طور سرخپوستی میرقصیدن و امروز ما مردم از اونها دفاع میکنیم. ادامه بدید. بله دقیقاً همین کاری که به هر حال وقتی یک حکومت ایدئولوژیک وارد یک کشوری میشه، خطرناکترین نوع هر حکومتی هست، چون هر حکومت دیگه که در یک کشوری باشه مردم اگر اون حکومت رو نخوان به هر حال اون حکومت رو کنار میذارن. اما حکومت‌های ایدئولوژیک با این تفسیر از خودشون که ما از طرف خدا اومدیم و بر شما حکومت کنیم و خودشون رو نمایندگان خدا میدونن، نماینده جان و مال و مردم هم همشون میدونن. و اخوان المسلمین یکی از این نمونه هایی بود که در حال در خاورمیانه اومد. غربی ها هم سهم بسزایی داشتن در زمان انتخاباتشون که به محمد مرسی کمک کردن تا محمد مرسی روی کار بیاد. وقتی محمد مرسی بعد از اینکه انتخاب شد به عنوان ریاست جمهوری، دقیقاً حرفای جنجالی این حرفا رو مرور میکنید برای ما به عنوان ایرانی هایی که به هر حال تجربه سال 57 هم داشتیم و یک حکومت ایدئولوژیک، می‌بینیم چقدر حرفا به هم نزدیکه. محمد مرسی بعد از اینکه وارد شد گفت زندانی ها کسانی هستند، ما زندانی سیاسی نداریم. دقیقاً این حرف آخوندهای حاکم در ایران، ما زندانی سیاسی نداریم. این کسانی که زندان هستند کسانی هستند که خواهان بازگشت دولت فاسد و کینه و ظلم و از این حرفای به اصطلاح لغت‌های آسمانی که استفاده می‌کنن اینها به اصطلاح زندانیان سیاسی هستند. صحبتایی که خشم روزنامه‌نگاران و همون موقع در همونجا برانگیخت. بعد از این مسائل کارهایی کردن در به اصطلاح قوانین اساسی مصر رو تغییر دادن. قوانین اساسی مصر رو به صورت اسلامی خواستن ادارش کنن. مردم مصر مردمی هستن که به هر حال نفت و گاز آنچنانی که این مصر چیزی نداره، بزرگترین وارد کننده گندم هست. کل اقتصاد مصر از طریق اون گردشگرش میگذشت که سالیانه چیزی حدود 18 میلیون گردشگر داشت. اما بعد از ورود اخوان المسلمین و قبضه کردن قدرت، این به اصطلاح صنعت توریست که برای مصر واقعا شارگ حیاتی بود، این هم قطع شد و دیگه در مصر فقر گسترش یافت خیلی بیشتر از گذشته و به اصطلاح مردم هوشمند مصر رو واقعا آقای فرانی باید ستایش کرد. این مردم انقلاب کردن. این مردم اگر حسنی مبارک با اون به حال حسنی مبارک آدم بزرگی بود، بله اشتباهاتی هم داشت،
ولی اگر مردم مصر انقلاب کردن برای این نبود که آقایون بیان بگن مشروب رو بردارید یا نمیدونم پوشش زنان. مردم مصر برای دلایل دیگه‌ای بود که انقلاب کردن و وقتی دیدن که این حکومت کارساز نیست، نگاه کنید 3 برابر جمعیتی که برای در میدان تحریر جمع شدن برای حسنی مبارک، 3 برابر این جمعیت جمع شدن در تمام نقاط مصر برای مقابله با حکومت فاشیستی اسلامیون. خب الان کجا داریم میریم؟ الان در مصر به طرف چی داریم میریم؟ آیا فکر میکنین در مصر مجبور خواهند شد برای جلوگیری از اختلافات و اغتشاشات دست به حکومت نظامی بزنن و آیا اصولا فرقی میکنه؟ ببینید فعلا آخرین اخباری که بوده دیروز روی سایت‌های خبری اومد این بود که آقای محمد البرادعی به اصطلاح رئیس فکر کنم با آژانس بازرسی یکی از بازرسان ایران هم بود در مسئله هسته ایران، بله آژانس اتمی، ایشون یک فرد لیبرالی هستن و فعلا ظاهرا نخست وزیری رو به ایشون دادن و قرار ایشون کارشون رو شروع کنن و از طرف دیگه هم جریان‌های اخوان المسلمین به شدت دارن مردم رو سرکوب میکنن. دقیقاً عین نیروهای لباس شخصی که ما در ایران داریم همون حرکات و همون کارها رو دارن انجام میدن. من امروز به اصطلاح فیلمی رو در العربیه نگاه کردم که واقعاً انسان میمون چی بگه، یعنی یک توحش همچنان بعد از 1400 سال مونده. طرفداران اخوان المسلمین 2-3 نفر جوان رو از بالای پشت بام به پایین پرت میکردن. اسلامی، کاملا اسلامی، حکومت اسلامی. دقیقاً شما ببینید در 18 تیر در کوی دانشگاه دانشجوها رو از بالای پشت بوم پرت می‌کردن، میگفتن یا زهرا قبول کن، دانشجوها رو مینداختن پایین. در مصر هم دقیقاً همین کار رو نیروهای اخوان المسلمین، امروز من این فیلمو دیدم دقیقاً یاد اون قضیه افتادم که نیروهای اخوان المسلمین این 2 تا جوان رو به دلیل اینکه مخالف حکومت اسلامی هستن از بالا پشت بوم به پایین پرت می‌کنن. دقیقاً این حکومت‌های اسلامیه که امیدوارم که حداقل اسلام سیاسی یک گذار 1 ساله‌ای، همین 1 سالی که مرسی بود به مصر داشته باشه و در آینده مصر بتونه موفق باشه. ما هم خوشحال میشیم که بتونه از این قضیه عبور کنه، چون اصولا حکومت‌های ایدئولوژیک، حکومت‌های اسلامی خطر بالقوه‌ای برای هر کشوری و حتی برای به اصطلاح اون منافع ملی اون کشور و مرزهای اون کشور دارن. حکومت ایدئولوژیک آقای خمینی یکی از دلایل جنگ ایران و عراق بود که می‌خواستن به عراق حکومت ایدئولوژیکشون و انقلاب اسلامیشون رو صادر کنن. صدام حسین مخالفت کرد و پیش دستی کرد و حمله کرد به ایران. این حکومت‌های ایدئولوژیک اصلا یکی دوتا نیست، یعنی هم به زندگی شخصی مردم، هم به منافع کلی ملت و به اصطلاح اون منافع تمامیت ارضی اون کشور میتونه روش تاثیر بگذاره. با تشکر از شما آقای یاور، در به امید آنکه گزارش‌های بیشتری رو از شما دریافت کنیم. درود بر شما. سپاس از شما. درود بر شما. سپاسگزارم.